سلام دوستان، اگر میخوای همچین ساید خفنی رو داشته باشید تا آخر این ویدیو همراه من باشید. ساید در زیبایی اندام تاثیر بسیاری داره. همونطور که میدونین هم قدرت ما رو زیاد میکنه در مچ‌اندازی و در بیرون از لباس خیلی به چشم میاد. مثال وقتی که آستین کوتاه تنمونه، اولین حرکت ما برای روی ساعد هستش که این حرکت رو باید دامنش رو کامل انجام بدین تا فشار بسیاری به شما بیاره. مشابه حرکت بعدیمون هستش که با صفحه انجام میشه. جذابیت دست به ساعدش هست و من کمکتون میکنم تا شما جذاب شید. ساعد هالتر نشسته جزء حرکات بسیار حجیم کننده ای است، مثل تصویری که تماشا میکنید. روی ساعد هالتر دست جمع شما باید به دامنش کاملا توجه کنید، چون هم به داخل ساعدتون فشار میاره هم به بیرون ساعد. توصیه میکنم با صفحه سبک اما با تکرار بالا انجام بدین حرکت رو. ساعد دمبل جفت دست رو با تعداد 3 تا 20 تایی با هالتر انجام بدین تا فشار بسیاری رو تجربه کنید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. خوشحال میشم چنل من رو دنبال کنین. منتظر ویدیو بعد باشین چون حرکات خفن‌تری در راه است. خدا نگهدار.